برنامه ما خوش آمدید. نشر برنامه گذاشتن به خط لاتینی در قزاقستان در این روزها چه معنی دارد؟ Разговор о переходе, о возможном переходе казахского языка на латинскую графику велись еще. گفتگوها درباره گزارش از خط کریلی به لاتینی در قزاقستان سالهای 90 شروع شد و بار اول نورسلطان نظربایف سال 2005 درباره آن اعلام کرد. او گفت کار سر این مسئله ادامه دارد و دیر یا زود ما به لاتینی میگذاریم. سال 2015 وقتی معرفی استراتژی دولتی تا سال 2050 مشخصا گفتند که قزاقستان تا سال 2025 کاملا به خط لاتینی میگذرد. نشر مقاله رئیس جمهور درباره اجرای استراتژی دولتی در روزنامه یگیمن قزاقستان شرح یک مرحله همان برنامه است که قبلا اعلان شده است. بر اساس این برنامه تا آخر امسال باید کتاب‌های درسی با خط لاتینی برای صنف‌های یکم و ابتدایی شروع شود و باید معلمان برای درس دادن هم آماده باشند. به گفته نظربایف در برابر لاتینی خط کریلی هم استفاده می شود. این یک روند خوب طرحریزی شده است و برای کسی که این روند را نظارت می‌کنند شرح برنامه چیزی نو نیست و چیزی است که نورسلطان نظربایف سالها پیش گفته بود. Никто ничего не увидел. В принципе, это продолжение того, что Назарбаев говорил много лет назад. در گذشته سعی قزاقستان برای گذاشتن به خط لاتینی را یک حرکت سیاسی قزاقستان و دوری جستن از روسیه نامیدند، کشوری که شریک نزدیک قزاقستان است. مگر این کار سبب عصبانیت روسیه نمی شود؟ Ну, реакция в соцсетях уже есть, неофициальная реакция. Я думаю, официальной реакции не будет. واکنش از حالا هست از جمله در شبکه‌های اجتماعی. واکنش رسمی نمی شود چون که ماه ینور سال 2015 یرلان ادریسوف وزیر امور خارجه قزاقستان در مسکو شرح داد که چرا به خط لاتینی میگذرند. به گفته او آن کسی که در قزاقستان به روسی گپ میزند به روسی برتری میدهد، به همین زبان صحبت خواهد کرد و کسی زبان روسی را به زبان قزاقی عوض کردنی نیست. آنهایی که قزاقی صحبت میکنند و زبان دائمی معاشرتشان قزاقی است به تدریج به خط کریلی میگذرند. اما سیاست در تغییر خط همیشه وجود دارد و داشت. این در زمان آتاتورک در ترکیه بود. در سال 1925 در عهد شوروی سابق بود که تمام مردم مسلمان را از خط سنتی عربی اساسشان محروم کردند و خط لاتینی را آوردند. بعداً همه را مجبور کردند که به کریلی بگذرند و روسی یاد بگیرند و این هم سیاست بود. در اینجا بر اضافه سیاست مسئله زبانی است. حالا در زبان قزاقی 42 حرف است که تقریباً 5 تای آن عملاً به کار نمی‌روند. بنابراین بسیاری از زبانشناسان میگویند که خط کریلی به فونتیک و یا آوای یکی از شاخه‌های زبان ترکی یعنی قزاقی موافقت نمی‌کند. Все лингвисты в основном едины во мнении, что не соответствует совершенно фонетическому ряду одного из важнейших тюркских языков казахского языка. تشکر. همکارم میرحت شریف جان از مرکز خبری رادیو آزادی با ما صحبت می‌کرد. تشکر میرحت.